رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که من قال لا اله الا الله دخل الجنه. کسی که لا اله الا الله میگه ای داخل جنت میشه. کدام کس؟ کلمه خب بسیار کس میگه کلمه لا اله الا الله میگه. کسی که تعهدات این کلمه را حفظ بکنه. امروز اگر از بسیار مسلمان ها پرسان کنی که کلمه میخوانی، میگه بله کلمه میخوانم. اما اگر پرسانش کنی که در کلمه چی راز است که یک کافر 60 ساله را با یک کلمه خواندن مسلمان میسازه، چی راز است؟ و یا تو که کلمه خواندی با خالق چی تعهد داری؟ کدام تعهدی داری؟ والله اگر از یک نفر پرسان کنی به تو همراه مخلوقات تعهد داری، میگه والا یک وقتی که یک کسی یک پیمان امضا کردم، که یک کسی عهد کردم، که یک کسی تجارت خانه جور کردم، که یک کسی در دکان شریک شدم، که یک کسی کلش میگه. اما اگر این پرسان کنی که به امرای الله چی تعهد داری، انسان‌های هدفمند میفهمند و انسان‌های بی هدف نمیفهمه تعهد خدا در کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. وقتی ما کلمه میخوانیم، کافر از ما پرسان میکنه که این کلمه چی هست که ما بخوانم یک دفعه 60 ساله گناه ما بخشیده میشه، 60 ساله زندگی ما فرق میکنه. برش میگیم تو بنده الله هستی لکن با امرای الله عهد نداری. وقتی کلمه میخوانی با امرای الله عهد میکنی. چی عهد میکنم؟ 3 عهد. عهد اول مایی است که یا الله بغیر از ذات تو به هیچ مخلوق سر خود خم نمی کنم، هیچ عبادت به مخلوق نمی کنم. این تعهد ما هست. یا الله بغیر از ذات تو هیچ عبادت به هیچ مخلوق انجام نمیدم. این تعهد است که ملکت الله کرد. تعهد دومش یا الله بغیر از شریعت تو قانون هیچ کسی را نمیپذیرم. تعهد دوم یا الله بغیر از شریعت تو قانون هیچ کسی را نمیپذیرم و در زمین تو قانون کسی دیگی را تطبیق نمیکنم. و تعهد سومی است که یا الله عبادت و اطاعت خود به طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میده. این حال انسان کافر این 3 تعهد نداره، اما انسان مسلمان این تعهد داره. اگر این تعهد ما داشته باشیم و این را حفظ داشته باشیم، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که من قال لا اله الا الله دخل الجنه. کسی که لا اله الا الله میگه ای داخل جنت میشه. اما بعضی کسا هست کلمه میخوانه، در تعهد اول چی است؟ ناکام است. تعهد اول چی است؟ بعضی کسا را سعی کنی به غیر الله رکوع میکنه، با مخلوق سجده میکنه. سجده عبادت است، برای کی کرد؟ برای مخلوق کرد. تعهد خود شکستان. نظر به نام مخلوق میکنه. نظر عبادت است. در 5 وقت نماز میگه ایاک نعبد. در هر رکعت نماز باید تجدید تعهد کنی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اما بسیاری کساس کلمه میخوانن لکن تعهد خود شکستاندن. یکی سجده خود به غیر الله میکنه، یکی عبادت خود به غیر الله میکنه، یکی رکوع به غیر الله به مخلوق میکنه، یکی نظر به نام مخلوق میکنه. تنها در افغانستان 14 قسم، یک روز یک کسی در موبایل بر من روان کرده بود، 14 قسم نظر مخلوق است. تنها در یک نظر 14 قسم شرک میکنن.
با امرای الله در عبادت الله مخلوق شریک میکنن. بعضی کسا در تعهد اول خود خوب است، تعهد دومی را مشکنانه. تعهد دومی چی است؟ گاهی قانون روس قبول میکنن، گاهی قانون امریکا را قبول میکنن، گاهی قانون فرانسه را قبول میکنن، گاهی قانون ملل متحد قبول میکنن، گاهی قانون یهود قبول میکنن، گاهی قانون نصارا را. پس تعهد خود با الله شکستان. که الله تعهد کرد که بغیر از شریعت تو، قانون تو، قانون کسی دیگه را قبول نمیکنم. اما باز میخیسن میگن ای والا قانون فلانی جای، قانون امریکا از شریعت کده خوبتر است، قانون روس از این کده خوبتر است. به کلمه خودی شد، کلمه خود شکستان. همین قسم که یک نفر وضوش مشکنه، این همین قسم ایمانش هم مشکنه، تعهدش هم نقص میشه و مشکنه. و سومش است که یا الله زندگی خدا، نماز خدا، عبادت خدا، ذکر خدا، طاعت خدا به طریقه یکی میکنم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعضی کساست حالا پیر ما کی هست؟ محمد رسول الله. مرشد ما کی هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. اسوه ما کی هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. راهنمای ما کی هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. قلبی کی پاک بود که ما قلب خودم مثل قلب از او بسازیم؟ قلب کسی که برش گفته شد علم نشرح لک صدرک، قلبی رو که ملائکه ششتن، قلبی که پر از توحید الله بود. ذکر خدا به طریقی کی بکنیم؟ به طریقی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. ولکم فی رسول الله اسوة حسنه. ما در یک جایی بودیم، استاد شما طریقت قبول دارین؟ گفتیم بله، ما اهل طریقت هستیم. طریقت چی معنی؟ طریقه و راه و روش. به طریقه کی هستین؟ گفتیم به طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. چرا به دیگه طریقه ها نیستیم؟ من گفتم از هیچ قلبی در دنیا نیافتم که از قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم که پاکتر باشه. هیچ چشمی نیافتم که از چشم رسول الله صلی الله علیه و سلم که عفیفتر باشه. هیچ عبادتی را ندیدم که از عبادت رسول الله صلی الله علیه و سلم که برتر باشه. هیچ شخصیتی را نیافتم که شخصیتش از شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم برتر باشه. و هیچ جای در قرآن نیافتم که اسوه ما بغیر از رسول الله صلی الله علیه و سلم که در ملت ابراهیم علیه السلام بود که اسوه همگی ابراهیم است و محمد است علیهم السلام. و ما محمد صلی الله علیه و سلم من حیث اسوه و رهبر و رهنما و پیر و مرشد و خود گرفتیم. چرا؟ به خاطر که با الله تعهد کردیم که اینمی سه تعهد است و حفظ از این سه تعهد سبب از این میشه که در آخر زبان انسان به چی جاری شود؟ لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم.